صبح کوچ‌ترشان داشت میگفتم و خوش من به ویدیو دیگه از کانال خودتون یک کانال داشت اومد گیم بچه ها. چون امروز من رفتم پوکمو چک کردم بچه ها. خب بچه من پوکمو چند روزی بود هست شده بود و همین امروز که رفتم نصفش کردم یک اسکین جدید خود پوکه گفته میخواد بیاد به نام فیجیل گوست و خیلی جالبه. این تیکش از کالاف در آورن چون گوست متیک و اینا کلا از کالافه. چون فکرشو نمیکردم اینطور اسکینی بیارن و اگه این بیاد که دیگه خیلی اصلا کن تا پایان این که بچه ساخته بشه. خب بچه خیلی سختی نکن خیلی شبیه گسته، فقط گست تفنگ دستشه این چاقوه دستشه. حتما بس برید پوکه رو نصب کنید بچه گست دیگه خیلی بچه ها میچسته. کالاف بازام دیگه دوست دارن انگار برن پوکه بازی کنم چون من خودم که پوکمو حذف کردم داشتم حسرت میخورم چون همه الماسام اندازه این لباس فیجیل. بچه این لباسشو بخرید فیجیل ارتقا پیدا میکنه، یعنی دیدش بیشتر میشه بچه، سرعتش بیشتر میشه و ضربه هاش و سلامتیش هم بچه بیشتر میشه، یعنی مثل یک اسکیم میمونه. حالا تواناییاش هم بیشتر میشه. پس بچه یکی از تواناییاش هم بچه لو رفته. بمبه بچه، یکی از تواناییاش بمبه بچه. هیچ آدمی فکر نکنم اینو داشته باشه. ولی خب حالا این ویدیو رو چون من چند وقته گرفتم یادم رفته بذارم بچه، فکر کنم گذشته و این ساخته شده بچه. پس حتما برید پوکه رو نصب کنید تا وقتی که این ساخته شد بچه شما بتونید اولین نفری باشید که الماسای اینو جمع کرده و اینو بخرید. همین الان پوکه رو نصبش کنید تا یک ویدیو دیگه هم. خداحافظ.